ببینید یکی از چیزهایی که در جامعه ما پرسشش اصلاً باب نیست اینه که منشأ این مد از کجا میاد. این مدی که آمده از کجا ایده گرفته. این لباسی که من میپوشم معناش چیه؟ بابا جان یه مدی میاد، یه رنگی میاد، یه مدلی میاد، طرف از خودش نمیپرسه بابا من چرا باید اینو بپوشم؟ چون همه میپوشن، چون جامعه پوشیده. خب شاید معنای بدی بده. خب معنا چیه؟ مده. ببینید در روایتی از امام صادق ما داریم که ایشون فرمایش میکنن خدا به یکی از انبیاش وحی کرد که مراقب باشید 3 تا کار رو نکنید. غذای دشمن رو نخورید، لباس دشمن رو نپوشید، از روش دشمن هم پیروی نکنید. ببینید وقتی میگه لباس و غذای دشمن یعنی لباسی که با عقاید شما، ایمان شما، سنت شما در تضاده. عزیزان لباس و غذا در تفکر شما اثر داره. این علم روانشناسی روزه. در تصمیم گیری شما، در افعال شما، در تفکر شما، منتها تاثیرش رو در مدت زمان طولانی شما متوجه میشین. من میخوام منشأ یک مدی رو با یک داستان برای شما تعریف کنم. شخصی بود به نام بصر بن ارتاد که یکی از سرداران معاویه بود که در سال 40 هجرت به یمن فرستاده شد. این شخص میاد به یمن لشکر میکشه و از طائف و نجران هم گذر میکنه و بسیاری از شیعیان امام علی رو به قتل میرسونه. ببینید بصر طبق مأموریتی که معاویه بهش میده طی رفت و برگشتی که از مکه و مدینه و طائف و نجران و یمن داشته 30,000 مسلمان میکشه. وقتی به یمن میرسه در یمن قبیله‌ای بود به نام همدان که این قبیله ارادت بسیار زیادی به امیرالمومنین داشتن و اساساً به خاطر امام علی مقاومت کردند و جنگیدن مقابل بصر و بصر مردای این قبیله رو کش و زناشون رو به اسارت برد. کتاب الاستیعاب در شرح حال بصر می‌نویسه که این زنان رو می‌برد تو بازار برای فروختن. اون موقع هم بازارها قسمت قسمت بودن. مثلا دیدید شما بازار چوب دارید، آهن دارید، مسکرا و بخشای دیگه داریم. اون موقع هم بازاری بوده برای فروش زنان. حالا یه قسمتش فروش زنان برای کنیزی بوده، یه قسمتش برای بردگی جنسی بوده و قسمت‌های دیگه. قسمتی که برای بردگی جنسی بوده یه نشانه داشته و اونم این بوده که مچ و ساق پای زنان مشخص بوده. یعنی می اومدن بر اساس مچ و ساق پای زن اون رو برای بردگی جنسی انتخاب می‌کردن. در واقع خانم‌هایی که این نشانه رو داشتن علامت این بوده که اینا برده جنسی هستن و این در گذشته تاریخ و مرور زمان تبدیل به مد شد و اکثرا ندانسته دارن این کارو میکنن چون جامعه داره انجام میده. ببینید خیلی از مدهایی که امروز در جامعه کورکورانه اجرا میشه در تاریخ اصلا سابقه خوبی نداره. مثلا شما نگاه کنید قوم لوط قومی بودن که لباسهای بلندی میپوشیدن که دکمه‌هاشون رو باز میکردن، یعنی لباسهای بلند جلو باز میپوشیدن. یک مرتبه شما میبینید در کشور ما چند سالی هست که مانتوی جلو باز مد میشه و طرف نمیدونه ریشه این مد از کجاست که الان شما مانتوی جلو بسته سخت گیر میارید. ببینید من دارم با سند تاریخی این رو به شما میگم. لباس شما، غذای شما در تفکر و افعال و روحیه و عقاید شما تاثیرگذاره. خیلی از این مدهایی که در فشن شوها معرفی میشه اساساً برای همین کاره، ولی اسم مد و زیبایی روش میذارن که اگر انتقادی بکنی ضد پیشرفت تلقی بشی. یعنی بر اساس پیشینه تاریخی طرف تو خیابون داره راه میره خودشو برده جنسی معرفی میکنه به اسم مد و زیبایی، به اسم پیشرفت و خیلی از خانم‌های ما از این موضوع روحشون هم خبر نداره. بحث مد و لباس بحث بسیار پرسود و پرمافیایی است در کشور ما.